اگه داری این چند ثانیه رو گوش میدی، احتمالاً یه چیزی ته دلت هست که مدت هاست با هیچ کس در میون نذاشتی. اونجور دردایی که فقط خودت میدونی از کجا شروع شد. میدونی چیه؟ آدم یه وقتایی اونقدر میجنگه که خستگیش فقط توی سکوتش معلوم. نه گریه میخواد، نه حرف. فقط یه نفر که بفهمه چقدر سخت بوده قوی موندن. ولی یه چیزو یادت باشه، تو از اون آدمایی هستی که بی صدا خوردی زمین، بی صدا بلند شدی و بی صدا هم ادامه دادی. و همین بی صدا ادامه دادن هاست که یه روز همه رو شوکه میکنه. خواستم بگم حواسم به همه تلاش های بی سر و صدات هست. مراقب خودت و خوبیات باش. آره.